دوباره خود امانوئل به محض اینکه سرو توپ میشه همه طرفداران حاضر در استادیوم مورد سرنوشتشان در واقع تبصره‌ای کرد یا تحلیلی داشت و همه چیز قطعاً و مخصوصاً در لیگ ما بستگی خواهد داشت به هفته‌های پایانی. امانوئل حرکت قشنگ او صاحب توپ شده، چقدر مورد تشویق قرار گرفت یک لحظه در فرزاد عطایی، باز هم یعقوبی، این پاس رو به جلو، فرصت برای تیم اتک و گلی که به ثمر میرسه. امانوئل لوکوریه یک فراری داد. حکیم خان نیازی توپر میاره به سمت چپ. حسین علیزاده، ارسال نرسید بر عبدالعزیز الشاعر. امانوئل و گل برای اتک. امانوئل سومین گل او در این فصل لیگ قهرمانان. به میزبانی ولایت هرات برگزار شده. هرات در این مسابقات 3 تا نماینده داره. اینجا موقعیت برای اتک. امانوئل و باز هم آفساید. باز هم غفوری. امانوئل با یار محمد ذکرخل، باز هم فرصت هست. خود یار محمد ذکرخل همچنان یار محمد گل بزنه. همه چیز برابر شد و همه چیز مجدداً به تساوی کشانده شد. حالا بازیکنان اتک آرام و قرار ندارند. در سمت راست یار محمد. امانوئل وای خدا چی شد؟ امانوئل لوکوریه چی بازی شده ای دیدم. در کارنامه داره. باز هم ارسالی که انجام داد و پوشش میدن مدافعین اتک انرژی. باز هم موقعیت، باز هم حرکت. امانوئل، خود امانوئل درگیر هست تا در نهایت دقیقه کم اشتباه، مخصوصا کم اشتباه روی اشتباهات فردی بازی دنبال شده و بازیکنان دو تیم هیچ نقصی در عملکرد خود روی کارهای فردیشان نداشتند. سخت میشه با 10 نفره شدن بازی رو باید دنبال بکنه در مقابل اتک انرژی که سخت به دنبال به ثمر رساندن گل دومش هست. باز هم فرصت هست، موقعیت هست. امانوئل، خود امانوئل و گل دوم اتک انرژی. گل اعلام شده و حالا بازی رو باید محبوب آغاز بکنه. این کار انجام داد با امانوئل. باز هم رضا غفوری، کماکان بازیکنان اتک انرژی در میانه های زمین توپ در اختیار دارن. امانوئل، حالا علیرضا پناهی. رضا همچنان سه توپ هست. امانوئل با همرالدین شریفی. خود همرالدین سه توپ هست. تسر توپ و یک لحظه کماکان توپ نگه میداره همرالدین شریفی. حالا در نزدیک خودش با ناصر علیمی کار میکنه. ناصر باز هم با همرالدین شریفی. خود همرالدین و این ضربه ای که به توپ زد و در ادامه باز هم موقعیت از دست رفت. حالا امانوئل، ضربه امانوئل و گل. وای چه هم زد امانوئل و کوریا، چه چرخشی، چه گلی. 1001مین گل تاریخ